السلام عليكم. كم واحدة؟ أيوة 5 ريال. هذا 5 ريال. هذا كم؟ هذا 10. 10 هذا 5. هذا 5. لا هذا 5 لا. وهذا 5. 10. هذا 15. هذا 20. هذا كم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز اینمی خولای ما برای نه طلبه مثال چیز فروخته است. یک خواهر اسلامی پل روی کردگی بود برای همین غریبا را دادم. ما زیرا پلش نمیتیم میخیده دست چیزش میخریم تا اینکه چی شوه. مقصد همین سودا کنه، نه طلبه نه سودا کنم. لا لا في ايوه تمام تمام. این خولام دا 50 ریال از 50 ریال ای خولا خریدیم. روش و نمیگیریم. سیام کنه نمیگیم روش و اگه مقصد ای که کدوم یگان خیر کردنی خوبترش همین تکنه که همینو سودا کنن. مثلا با سودا کردن و مختشوان با طلبیدن نه. تمام. خلا هذه 50 تمام كويس. الله يوفقك ان شاء الله. امين امين. هذا كيف؟ هذا لك؟ هذا حقنا. ايوه هاي حقي. تمام. جزاك الله. يلا وجزاكم خير ان شاء الله. آزی 100 ریال اینو خریدیم. 100 ریال با اینجا میگیریم ان شاء الله 50 ریال دیگه. 50 ریال دیگه دا او میگیریم. بهترین صدقه صدقه او. بهترین صدقه صدقه او. تبي 5 كرتون؟ 5 كرتون هذا. 5 كرتون 1 2 3 4 5. ايوه 5 كرتون. لا لا 5 كرتون كم يكون؟ 100 ريال. لا 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 50 50 يكفي. هذا مال لشخص اخر. انا ابيعه انا طيب. لا انا فهمت هذا 50 باقي لي. اعطيني في 50 كم يكون؟ 50 كرتون؟ لا لا ب 50 ريال كم يكون؟ 3 كرتون يجي 60، 2 كرتون يجي 40. 2 كرتون اعطيني. واحد. ايوه هنا. يلا 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 هنا ورد. هذا ب 40 ها. هنا دا 40 ريال. هنا می اوورا دا 40 ريال. چی کردم؟ تمام خلا 10 تمام 10 خلا. ايوه تمام شكرا. هنا 150 ریالی که مایرامون مون یورم دادون پاکت شما 150 ریالی که یک خواهر اسلامی داده بود. در 40 ریالش چی گرفتیم؟ او برای حاجیا بهترین صدقه صدقه او گرفتیم دادیم. الحمدلله الله قبول کنه خیر شه و همه مشکلاتش به سبب همین خیرها دور کنه و در کسب و کار در اهل و عیالش برکت عطا کنه و در بگیم که 100 ریال دیگه نمی دونو را خریدیم. انا کاله خلاص تمام بارک الله فیکم. 50 ریال انا خلاص. از این را گرفتیم در 100 ریال. از این ما چیکار میکنیم؟ با یک کسی دیگر هم میتیم ایرام صدقه میشوه. در 150 ریال پل روی کردگی بود. همین 150 ریال از ما چند قش میکنیم؟ قریب 300 ریالش میکنیم. ایرا با دست یک خوله دیگه میتیم. خدا خواهد و سوداش میکنه و بخچه پل کار میکنه. بهترین کار انمیه. مثلا اگر 150 ریال دست یک کسبتی یا بار میتی اینا او صدقه شد. اینای دونه را خریدیم با دیگه کسمیته او سوداش میکنه. خلاص ان شاء الله تعالی که صاحب یاچ میشه. اینای توی ما اینا از پل تلبیده است. مثال در پیشش میمونیم سودا کنه. سلام علیکم. ये भेजो हाँ ये भेजो ठीक है. ये एक 10 का है. उर्दू समझते हो? हिंदी उर्दू जानते हो? उर्दू
یه ایک دست که بجو ها الله برکت دیده اب کو اینا ای را پیش تو خوی موندیم اینا چقدر منشو اون پیش تو خوی موندیم اینا ای با سودا میکنه صاحب پول میشه و نمیتال بابت دیگه قزیق سودا میکنه امروز روز جمعه ده روز مبارک انشاءالله تعالی ثوابی بزرگه هر کسی که خیر میخواه بکنه همین خلمتونه که مثال چی کنه حاجی را آبوتیا حاجی او دادن خودش ثوابی بزرگه بعد در اینجا از ماه نویبر هوا به حد گرمه مردم تشنه میشوند ای همه چیزی قیمتی همی اوه انشاءالله تعالی باقی در امان الله باشه الله متعال یک و یکی ما و شما را مغفرت کنه گناهامونه الله متعال یک و یکی ما و شما را برکت عطا کنه در زندگیمون در فرزندامون در حیاتمون الله متعال سختی های یک و یکی ما و شما را دور کنه الله متعال فرزندای ما را همسرای ما را هدایت عطا کنه وطن ما را الله متعال صلح و ثبات برقرار نگه داره و خصوصا غریبایی که سر در مشقتن الله متعال به حرمت همین روز مبارک این سختی و مشقت ایسرشان دور بگردانه در کسب کارشان برکت عطا کنه مریضا را الله متعال شفای کامل و عاجل نصیب کنه به فرزندا را الله متعال فرزندای صالح و صالحه نصیب کنه کسانی که همسر ندارن الله متعال همسرای صالحه شون نصیب کنه کسایی که شوهر ندارن الله متعال شوهرای صالح شون نصیب کنه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته